سلام دوستان، من تاها هستم و با یه ویدیو جدید من اومدم که چالش این رو شروع کنم و ببینم بپریم رو تخت زنده میمونیم یا بپریم روی قایق. خب ما از ارتفاع بلند میپریم روی تخت و 2.5 از این ارتفاع 2.5 تا از قلبمون کم شد. خب بریم حالا با قایق ببینم چی میشه. خب قایقو بذاریم، بهشون نمیزنه یا رو اون لج میکنه. بزن ببینم. های بابا اومد لج میکرد. خب سوار شیم و ببینم زنده میمونیم یا خدا پشمام زنده اومدیم پایین. بریم پایین ببینم. خب این از حیوانه، این از ماندرای خود لذت داشت بدون هیچ کم شدن از جون. پس از ارتفاع میتونید از آبم خود زنده میمونید. خودتون اگه ماینکرافت پلیر باشید میدونید دیگه. پس تختم گزینه بدی نیست اگه قایق نباشه، ولی به نظر من قایق بهتره.